Уникальная формула таблеток Пардифен действует комплексно при головной боли, боли в суставах, воспалении и простуде. Пардифен. Не дай боли ни одного шанса. بازی نشان می‌دهد که آنها چگونه آماده هستند. صدای اشتکی داور خورشید دادهبویف از شهر خوجند از آغاز رقابت دسته‌ها درک می‌دهد. حاصلات در میدان خود بازی دارد. حاصلات در میدان خود نتیجه خوب هم نشان داد و سموع ادامه حمله دسته حاصلات یک پرتاب و این ضربه بود اگر خطا نکنم. این پرتاب نبود. عزیزبویف ضربه از مسافه دور و این بورونوف بود بیننده عزیز. پرتابی بلندی و فرصت برای دسته کوکتوش ضربه و گل حساب شده می شود در دقیقه 17 رقابت. عزیزبک سلطانов بعد از پس لوژیسون که توانست توپ را بعد در این دروازه روان کند. خیلی اشتباهی دقل از سوی بازیگران دسته حاصلات. و اینجا طرفداران دسته کوکتوش رو هم در میدان دسته حاصلات دیدن. ممکن است بیاید توجه بکنیم که حمله از کجا سر زد. از همون جایی که صابر خولماتوف پرتاب کرد و حمله ضربه عبدالخلیل بورونوف و بسیار خوفناک بود. ببینید که چگونه ضربه هم حرکت زیبایی دروازه‌بان دسته کوکتوش حاصلات رو می‌بینیم. کاپیتانی دسته ارسال تو بچری مگو فرصت برای دسته حاصلات و بازم دروازه‌بان ابراهام. حمله نوبتی دسته حاصلات فرصت برای زدن گل و حساب برابر می شود. دقیقه 32 رقابت حساب 1-1. فرانک میکائیل با زدن گل دست می یابد. بیننده عزیز اندکی بازیگران خب دروازه‌بان و پیش برآمد این وضعیت رو رفع کرد و اما کسی نبود از بازیگران کوکتوش که سعی راهی فوتبالبازی دسته حاصلات شود. به این خاطر بازیگر رقم 3 فرانک میکائیل ماهرانه توپ را به کنج بالای دروازه دسته کوکتوش روان کرد و حساب را 1-1 نمود. بهترین موقعیت گلزنی و فرصت ادامه دادن حمله از سوی فوتبالبازان حاصلات وجود دارد. یک بازیگزاری خیلی هم خوب اما ضربه بورونوف. رسول فایزوف پرتاب جریمه گفت اینجا هفته گل است بیننده عزیز با دروازه دسته کوکتوش. بازیگر رقم 3 اینجا گل را جشن میگیرد ولی ما دقیق گفته نمیتوانیم که محض گل را دفاعگر بنجامین اساموا با هدف رسانید. بسیار رقصهای جالب هم دارند لژندران افریقایی و حالا همین گونه برای مخلصان رقص میکنند این بازیگر. واقعا اینجا هفته گل است بیننده عزیز. بار دیگر ببینید سلیمان صابیروف فرانک عزیزبویف ضربه او و توپ از پهلوی دروازه بیرون می شود. کواسی شهزاد دولتوف پرتابی بلندی و با جریمه گاه امکانیت برای فوتبالبازان دسته کوکتوش و وضعیتی خیلی خفناک برای دروازه‌بان دسته عبدالخلیل بورونوف. حالا عکس الحمله دسته حاصلات رو می‌بینیم. محمد علی عزیزبویف پس با عبدالخلیل بورونوف امکانیت برای فوتبالبازان حاصلات. پرتابی او و چگونه فرصتی گلزنی از دست می‌رود برای دسته حاصلات. با جانب شریپوف بسیار عالی. ادامه حمله دسته حاصلات ارسال توپ و گل. و گل سیوم در دقیقه 83 از جانب عبدالخلیل بورونوف اجرا می شود. جانبک شریپوف ببینید چگونه پرتاب عالی انجام میده از بجای نتیجه. بیاید توجه میکنیم پرتاب خیلی بلندی عبدالرحمن نازیموف. جانبک شریپوف زود توپ را ارسال کرد و عبدالخلیل بورونوف با سر آن را به درون دروازه ابراهام دونکور روان نمود. گل 14 دسته حاصلات در موسم امسال هم زده شد. در 17 بازی اینک 3 دقیقه علاوه کرده داور به انجام رسید بیننده عزیز و همینطور صدای اشتراکی داور از پایان رقابت دسته ها درک میدهد. بازی با نتیجه 3-1 با فایده دسته حاصلات جام بحث گردید. طرفداران زیاد این دسته رو با این غلبه تبریک میکنیم.